در دهه‌های دوردست جماعت دهات خانقاه کوهی شهر حصار با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران وطنی زیاده از 1.5 کیلومتر راه بین دهوی که هنگام بارشات رفت و آمد автомашинаҳо غیر امکان و برای پیاده‌گردان دشواری پیش می آورد اسفالت پوش کرده می شود. شکرف عبدالجبار که یک مدت در این صاحبکاری همه بهترین ما بودن که همین روی اسفالتی قشلاق ما 2 کیلومتر رو اسفالت ساختن. قریب 400 متر رو کس بیتون کردن. با تمام زمانوی با دستگیری صدیقوف سلیمان یک ترانسفورماتور 400 آورد در اینجا دو گرفتن. تمام هم کارهایی که ما در دهه میکنیم همه مردم دهه قوی مردم دهه که ما میکنیم بنگدای تیبی ساختیم من این استالبایی کوچوی هم علش کردیم ان شاء الله 15 تا استال باوریم با 15 تا دیگه استال بیتونی آورده همون سیمای برقه همش عصری نو با زمانوی میکنیم. در تعمیر اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعال می‌نمایند. دستجمعانه و یکدلانه به انجام رسانیدن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر حصار بیشتر می‌گردد. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار می‌باشد. در 23 دهه جماعت دهات خانقاه کوهی شهر عمومی خلقی اعلام کرده شده است. من در این دهه که تاریخ زیاد از 1600 ساله دارد اهالی با دستگیری صاحبکاران راه را منفرش کرده پیش از این زیاده از 4 کیلومتر راه دیگر را بتون کرده بودند. زیاده از 92 انشاءات جشنی را به نقشه گرفتند که برای سزاوار جشنگیری 30 سالگی استقلال جمهوری ترکیه ساخته به استفاده می‌دهند. در موازنه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های افرادگرد شهر حصار 246 کیلومتر راه موجود است. از جمله راه‌های بین‌المللی 24 کیلومتر، راه‌های اهمیت جمهوری داشته 46 کیلومتر و راه‌های محلی باشد 176 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. زیاده از 20 کیلومتر را در این سال اسفالت پوش نماییم. این حال چه خیلی که می‌بینید راه‌های بین دهوی را ما اسفالت پوش کرده ایستادیم و بغیر از این 2 کوپروک راه از تعمیر برآوردیم با پولگی. حصار که جای‌های تاریخی بسیار دارد بغیر از این راه‌هایی که با سمت رشد سیاحی تعلق دارد قسما از تعمیر برآورده و قسما اسفالت پوش هم نموده ایم. مسئولین نیت دارند در موسم امسال تعمیر راه‌ها را به راه مانند و به طلبات روز جوابگو سازند. این اقدام مذکور ساکنان شهر حصار در سمت آبادکاری و سازندگی یک گوشه وطنشان قرض شهروندی و انجام این عمل را سریع وقتی می‌حسابند.